به نام یاد خدا با عرض سلام خدمت همه شما عزیزای بیننده. آرزو میکنم هر کجای این جغرافیای پهناور هستید نانتان گرم و آبتان سرد باشه و همچنان کانون گرم خانوادگیتان هم لبریز از عشق، محبت، صمیمیت و دوستی باشه. 2 جولای که امروز ما در چهارمش قرار داریم، 4 جولای، 2 جولای با تأخیر من روز خبرنگاران ورزشی را به همه هممسلک ها و همسنگرایم مبارکباد میگم. آرزو میکنم که در تمام عرصه های زندگی خودشان همین رقم عالی بدرخشند و صدای ورزش افغانستان به گوش جهانیان برسانند. رقابت های تیم ملی، البته رقابت های جام ملت‌های فوتبال آسیا رو اندازی شد که افغانستان هم خوشبختانه حضور داشت. در همین مورد مهمان دارم در استودیو آقای مصطفی هاشمی، آمر نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان علیرضا اکبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان اینجا در استودیو با هم هستند. سلام هاشمی صاحب، خیلی خوش آمدین. ممنون از اینکه دعوت پذیرفتید. علیکم سلام میلاد جان عزیز، سلام به خودت و رحیمی صاحب عزیز و همچنان تمام مخاطبین عزیز برنامه افتخار. انشالله که خوش بگذره. سلامت باشین. رضا جان، من یک چیز اکبری گفتم چون همکارا دوستا بسیار تخلص اکبری دارن، اما اکبری در ذهن من شیشته. علیرضا رحیمی، خیلی خوش آمدید. تشکر، زنده باشین. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون ملی اسپورت. خیلی تشکر از اینکه حضور یافتی و خسته سفرها هم هستی. بازم سپاسگزار هستم که دعوت پذیرفتی. هاشمی صاحب، در مورد رقابت‌های جام ملت‌های زیر 17 سال که براندازی شد و افغانستان هم خوشبختانه حضور داشت و در گروه مرگ قرار داشت، یک معلومات کلی برای ما و بیننده ها ارائه بکن که مسابقات چگونه بود. بسیار خوب میلاد عزیز، همونطوری که در جریان هستی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تورنمنت بسیار معتبری است، یعنی معتبرترین تورنمنت فوتبالی آسیا هست. در رده‌های سنی مختلف برگزار میشه که این بار رده سنی زیر 17 سال بود، به میزبانی تایلند برگزار شد و خوشبختانه تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان تاریخ سازی کرد. برای اولین بار در مسابقات مقدماتی خیلی خوش درخشیدند و توانستند تا جواز صعود به این مهم، یعنی مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنند و حضور تیم ملی زیر 17 سال افغانستان واقعا دستاورد بسیار بزرگی برای فوتبال افغانستان بود. برای خصوصا این بازیکنایی که در ترکیب بود، 23 بازیکنی که دعوت شده بود به ترکیب نهایی و به تایلند رفتن برای شرکت در این مسابقات، تمامش آینده، به نظر آینده فوتبال افغانستان تشکیل میده و ما در گروه مرگ خوردیم. منم میگم میره تمام آسیا میگه که افغانستان در گروه مرگ بود، در گروهی بود که 2 تیمی که مرحله سیمی فاینال میره، یعنی هم ایران و هم کره جنوبی، در گروه ما متاسفانه بودند و تجربه بسیار خوبی دارند، هم ایران و هم کره جنوبی، و در کنارش قطری حضور داره که میلیونر بگیم، میلیاردر بگیم هست و سرمایه گذاری عجیب و غریب میکنه عرب ها در فوتبال. اکادمیای بسیار خوب مثل اکادمی باشگاه رئال مادرید، بارسلونا، میلان و سایر باشگاه معتبر اروپایی از جمله حتی پاریس سن ژرمن در قطر هست. با تمام همین امکاناتی که داره، با 6 سال سرمایه گذاری که داشته بالای همین تیم زیر 17 سال خودش که از رده‌های سنی مختلف پایین‌تر آمدن تا زیر 17 سال و کوالیفای کردن به جام ملت‌های آسیا کار کرده بود. ولی خوشبختانه بگم که در اولین دور حضور بچه‌های 17 سال ما موفق شدن تا یک بازی فوق‌العاده زیبا مقابل قطر انجام بدن. قطری که ایران هم متوقف کرده بود و قطر شکست بدن. اولین دستاورد ما در تاریخ فوتبال افغانستان در جام ملت‌های آسیا هست. من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین افتخارات فوتبال افغانستان هست که در جام ملت‌های آسیا ما 3 امتیاز می‌گیریم، اونم از چه تیمی که قطر باشه و تیم ملیش قهرمان آسیا باشه. بله، بدون شک قطر یکی از غول‌های فوتبال آسیا و جهان به شما میره. با گفته خودتان با اون سرمایه‌گذاری‌هایی که میکنن برای ورزش. و علی رضا رحیمی، چطور بود سطح برگزاری مسابقات؟ بر ما بگو در مورد سطح برگزاری مسابقات. سطح برگزاری مسابقات بسیار عالی بود. تایلند میزبانی رقابت ها بود و ما که دیدیم بسیار استادیوم های بسیار عالی داشتن. سطح برگزاری بسیار عالی بود. تیم‌ها بسیار تیم‌های عالی بودن. 16 بهترین آسیا بودن و خوشبختانه افغانستان هم یکی از 16 بهترین آسیا بود. و شرایط صعود شما به جام ملت‌های زیر 17 سال چگونه بود؟ فکر کنم سال گذشته شما
کسب سهمیه کردین برای رقابت‌های جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا و تانستین که شگفتی سازی بکنین. در رقابت‌ها کدام کشورها را شکست دادین تا اینکه راه یافتین به این مرحله؟ در نخست ما در گروه تاجیکستان، منگولیا و تیمور شرقی بودیم که باید دو تیم کوالیفای میشد به بازی‌های آسیایی که تیمور شرقی حاضر نشد به این مسابقه و ما تانستیم تیم منگولیا را 5-0 شکست بدیم، اما با تاجیکستان 2-0 بازی را واگذار کردیم و بهترین تیم دوم صعود کردیم. از گروهتان صعود کردیم. از گروه ما صعود کردیم به جام ملت‌های آسیا. و پیش از اینکه قره‌تان به این گروه بخوره، با این تیم‌ها بخوره، حس می‌کردی که این رقم یک قرهه سخت براتون بخوره؟ نه خیر، خب قرعه هم چانس است و طبعا با تیمای آدم میخوره که قوی هستن و امکانات بالایی دارن و باز ما ثابت ساختیم که میتونیم در بازی‌های آسیایی هم قدرت خود نشان بدیم. و در مورد پیروزیتان در برابر تیم قطر، نقطه قوت در او بازی چی بود که تانستین قطر پرقدرت شکست بدین؟ خب ما بازیکنای ما در چمن طبیعی آشنا نبودن، ولی با بازی در مقابل ایران و کره جنوبی توانستیم تجربه بگیریم و در بازی قطر خیلی بچه عالی شده بودن و میتونستن فوتبال خوب خود ارائه کنن و توانستیم قطر 2-1 شکست بدیم. و دقیق به یادت است که گولا را در برابر قطر کدام بازیکن‌ها به ثمر رساند؟ بله، هر دو گل حبیب هوتک به ثمر رساند که یک گلش با پاس گل حکیم خان به گل به ثمر رساند و پاس دوم هم خودم برش دادم تا گل بزنه. بازی در برابر تیم زیر 17 سال ایران چگونه بود؟ یک نتیجه بسیار سنگین بود. خب ایران کشوری است که بسیار امکانات بالا داره و افغانستان چنانچه شما شاهد هستین امکانات کمی داریم و ایران کشوری است که لیگ‌های معیاری داره برای بازیکن‌های خود، مثلا لیگ 17 سال 18 سال همون تو بالا رفته میرن، اما افغانستان لیگ‌های معیاری نداره و از این خاطر بازیکنان ما با کم تجربگی روبرو شدن و بازی را واگذار کردیم. پیش از اینکه عازم تایلند بشین، اردوگاه تمرینی را برگزار کرد برای شما فدراسیون فوتبال یا خیر؟ بله، ما اردوگاه تمرینی داشتیم در خود کابل و ما در این اردوگاه تمرینی روزانه 2 تایم تمرین میکردیم و خوب بود. قرنطین شده بودیم به مدت 23 روز و بعد از اون ما راهی سفر به تایلند شدیم. بسیار خوب. در ادامه به خودت برمیگردم. رضا جان، هاشمی صاحب در هر بخش ورزشی که اینجا من مهمان می داشته باشم از امکانات بسیار می نالند و شکایت دارند. بله. امکانات ما با سایر کشورهای دیگه از کدام لحاظ قابل مقایسه نیست؟ خب در ورزش بیشتر چیزا روی پول میچرخه و متاسفانه من فکر میکنم اگر پول کافی سرمایه گذاران، تجاران و حامیان ورزش در اختیار فوتبال قرار بدن یا تمام رشته‌های ورزشی قرار بدن، به نظر من روز به روز وضعیت ورزش ما رو به بهبود خواهد بود و پیشرفت خواهد کرد. چون اگر پول باشه ما میتونیم که کمپ‌های تمرینی بسیار خوب در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان برگزار کنیم. اگر پول خوب برای ورزش داده شود، به نظر من فکر می‌کنم میتونیم ورزشگاه‌های بسیار زیبا و معیاری در افغانستان بسازیم. بر تمام ولایت فرق نمی‌کنه، کابل باشه یا هر ولایت دیگر. متاسفانه ما زمین یا مستطیل سبز چمن طبیعی نداشتیم که معیاری باشه و تیم ملی 17 سال ما در او تمرین داشته باشه. انشالله که یکی از اهداف بخش پروژه انکشافی فدراسیون فوتبال افغانستان همی است که بتونه روزی مستطیل سبز و ورزشگاهی داشته باشه که چمنش طبیعی باشه و امیدوار هستیم که در این بخش و در این عرصه هم تجارین سرمایه‌داران و هم فیفا توجه خاص داشته باشه انشالله. و علی جان بر ما میگه که سخت‌ترین مسابقه تان در رقابت‌ها از دید خودت که کاپیتان تیم ملی زیر 17 سال افغانستان هستی کدام مسابقه بود که بسیار دلخورت داشته باشی پیش از اینکه سفرایی بکنی با تیم؟
خب در بازی های آسیایی تمام بازی ها مشکل می باشه و آدم دلهوره می داشته باشه، اما بازی با کره جنوبی به نظرم یک کمی برای ما مشکل بود، چون کره جنوبی واقعا یک تیم عالی است و نشان داد که حتی میتونه قهرمان شود و بسیار تیمی است که کمپ های تمرینی زیاد رفتن و اما بازی به نظرم یک کمی به ما پرچالش بود. و در موردی که این مسابقه ها چقدر به تجارب شما افزود و چقدر این تجربه با کسایی که تازه به رشته ورزشی فوتبال رو میاره، مخصوصا کسایی که در رده سنی 16 و 14 هست، شما تقسیم میکنید؟ خب بازی های آسیایی تمامش تجربه است و هر بازی که سپری میکردیم تجربه ما اضافه شده میرفت و همونطور که دیدیم بازی اول با نتیجه بسیار بدی باختیم، بازی دوم هم بازم بچه عالی بودن، اما فوتبال از برد و باخت داره، ولی در بازی آخر ما نشان دادیم که بازی فوتبال به تجربه نیاز داره و هر چقدر تجربه زیاد شوه همون بازیکن‌ها میتونن خودن نمایش بدن. رضا جان، 3 گل در فاصله 40 دقیقه. مهندزاده صاحب بر شما چی گفت که چگونه از گلایی که زدین دفاع بکنین و نزدیک به 50 دقیقه دیگر شما تونستین که از مو گل برتریتون دفاع بکنین؟ طبعا هر تیم یک پلان خودم می داشته باشه. وقتی ما گل اول زدیم تیم یک کمی آمد حالت دفاعی و بعد بختانه ما گل خوردیم و وقتی رست شد یا واتر بریک میگن رفتیم پیش مربی، گفت ما گل نخوریم باید گل هم بزنیم. بسیار خوب. یعنی دفاعی بعدا یک زده حمله. همون رقم هم شد و یک زده حمله دفاعی یک زده حمله زدیم و حبیب و تک و گل و ثمر رساندیم و نیمه دوم هم همین پلان ما بود. خب طبعا وقتی گل پیش می باشی یک کمی فشار بالای تیم می باشه. بله. از اون خاطر نیمه دوم زیادتر دفاعی کار کردیم و کمتر چشم به عملات داشتیم. معمولا میلاد عزیز در کشوری مثل تایلند که کشور گرمسیر هست، بله. اکسیژن درجهش بسیار کم می باشه و بسیار برابر هست با آب و هوا و هوایی که محیط قطریا داره. منظر من بستگی زیاد به می داشت که چون آب و هوای قطر و کشور تایلند تقریبا مشابه هست، از اون خاطر بازیکن قطر بسیار خوب آماده به نظر می رسیدن، حتی مقابل ایران که خیلی آماده بودن و ایران هم متوقف کردن تا ایران به عنوان تیم دوم از گروه بره به دور بعد. البته اگه مقابل کره نتیجه نمی گرفتن. به هر حال کار کردن. بارها شاهدش بودیم که تیم‌های قطری، سرمایه‌داران قطری، تجاران قطری و شیخ‌های قطری بالای فوتبال چه سرمایه‌گذاری انگفته می‌کنند و هم تمام جواب می‌دن. من مطمئن هستم که انشالله در صورتی که سرمایه‌داران بالای فوتبال افغانستان بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، فرق نمی‌کنه تیم ملی ما باشه یا تیم 17 سال، 20 سال، تیم 16 سال ما باشه، تیم امید ما باشه، ما مطمئن هستم که اگر سرمایه گذاری شود حتما نتیجه خود در همچین مسابقات مهم خواهد داد. و در مورد بازیکنان زیر 16 سال افغانستان که تا 1 الی 1.5 ماه دیگر راهی تاجیکستان میشه، هم میشه یک روشنی بندازین که دو افغانستان در گروه با کدام گروه که نیست، البته با کدام کشورها مسابقه داره؟ بسیار خوب. خب در اوایل ماه آگوست سال روان قرار است که تیم ملی 16 سال ما روانی مسابقات کافا بشن. تیمی از میلاد عزیز که فکر می‌کنم 1 سال قبل بود که ما ایران 1-0 شکست داده بودیم و بسیار تیم آماده هست. بچه‌ها تقریبا سال هاست که با هم دیگه بازی میکنن، یعنی شمار زیادی از ترکیب تیم 16 سال ما بازیکنانی هستند که تقریبا از تیم نونهالان حتی 12 سال همه تو بالا آمدن تا به این رده سنی رسیدن، یعنی همگی بسیار خوب با هم دارن، نظم بسیار خوب دارند و انشالله که ما شاهد درخشششان در مسابقات کافا باشیم. دوره قبلی ایران را 1-0 شکست داده بودند و تیم دوست داشتنی است. انشالله ما برشون آرزوی موفقیت این مسابقات داریم. و مشخص است که با کدام تیم هایی که در مرکز آسیا هست، مثل تاجیکستان میزبان هست، باز هم میزبان مسابقات کافا خواهد بود و ترکمنستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان. بسیار خوب. بله. و رضا جان، تمرینات حالا چگونه پیش میره؟ حالا که از مسابقه ها آمدین، تمرینات به گونه عادی پیش میره یا خیر؟
بله بعد از اینکه از سفر آمدیم تقریبا 3 روز یا 4 روز رخصتی داشتیم و دوباره برگشتیم به تمرینات خود و تمرینات ادامه میدیم. بله بسیار خوب. فکر کنم هاشمی صاحب از ترکیب تیم ملی زیر 17 سال ما برای بازی‌های المپیک آسیایی هم بازیکنان شناسایی شده. طبعا دیگه بازیکنان تیم ملی 17 سال ما جز بهترین تیم‌های فوتبال افغانستان به شمار میره و بیشتر هم گفتم که حتی آینده فوتبال افغانستان تشکیل میده و عبدالله المطیری هم گفته که ما بازیکنای 17 سال و شمار از بازیکنای 20 سال را هم تو و سایر رده‌های سنی را ما می‌خوایم بر سال 2027 و جام ملت‌های آسیا. یعنی هدف عبدالله المطیری است که تیم ملی فوتبال افغانستان به جام ملت‌های آسیا در سال 2027 که انشالله به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد حضور داشته باشه در رقابت‌ها و همین بازیکنان مثل کاپیتان ما علیرضا رحیمی و سایر بازیکنانی که در 17 سال در 20 سال بازی میکنن و حتی در تیم ملی هستن در رقابت‌ها باشه و چهره‌های برجسته، چهره‌های خوبی که در مسابقات جام ملت‌های آسیا نتیجه خوب دادن و بازی خوبی را به نمایش گذاشتن از سوی کادر فنی تیم ملی شناسایی شده و ترکیب تیم امید دعوت خواهد شد. قرار است رقابت‌های بازی‌های آسیایی المپیک آسیا برگزار بشه و همین قسم رقابت‌های مقدماتی آسیایی اف سی کاپ که به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد. از بازیکنان 17 سال و 20 سال ما شاهد حضورشان در تورنمنت باشیم ان شاءالله. و فکر کنم که علیرضا رحیمی در ترکیب تیم سرخپوشان بود سال گذشته. آیا با سرخپوشان ادامه میدی در فصل که قرار است برگزار شود یا اینکه قرارداد نداری با سرخپوشان؟ خب همراه سرخپوشان 1 سال قرارداد داشتیم و همون 1 فصل، ولی تا حالا کدام تیم دیگه برای ما پیشنهاد نداده. خب ببینیم شاید دوباره با سرخپوشان قرارداد کنیم یا تیم دیگه. بسیار خوب. و فکر کنم که یوسف مهندس‌زاده سرمربی تیم سرخپوشان هم هست. بله دیگه با مو پلان و استراتژی مهندس‌زاده خیلی آشنایی داری، به مو دلیل خودت انتخابم کرده بود پیش از او که برای رقابت هاشمی صاحب در مورد تیم ملی فوتسال ما، فوتسالی که در آسیا حرف و حدیث خیلی داره بر خودش و یکی از مدعیان اصلی فوتسال آسیا تیم ملی فوتسال افغانستان است. خب بله میلا جان، من میخوایم بیشتر درباره فوتسال افغانستان گپ بزنم. همونطوری که خودت هم گفتی حرف حدیث روزا زیاد در مورد فوتسال افغانستان هست، تیمی که تمام ملت افغانستان آرزوی حضور و دیدنش در رقابت‌های مهمی چون جام ملت‌های آسیا دارن. بدون شک مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرعه کشی همونطوری که در جریان هستی قرار است ما در کشور اندونزیا با تیم‌های اندونزیا، عربستان سعودی و ماکائو رقابت کنیم که در نهایت تیم اول و تیم دوم 7 گروه که 8 گروه هست، تیم دوم 7 گروه یعنی 7 تیم دوم هم میره و جام ملت‌های آسیا تیم اولش هم میره. انشالله که ما شاهد اولین صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا باشیم، همونطوری که تیم 17 سال ما در جام ملت‌های آسیا خوشبختانه صعود کرده بودند. حالا تیم ملی فوتسال ما هم صعود کنه، چون فوتسال واقعا زیاد سر صدا برپا کرده، زیاد غوغا کرده. امی اکنون کمپ تمرینی در کشور ایران، کمپ تمرینی تیم ملی فوتسال با شرکت 24 بازیکن در جریان هست. بهترین های فوتسال افغانستان از کشورهای مختلف از افغانستان جمع شدن در ایران در کمپ تمرینی. از بین 24 بازیکن 14 بازیکن در نهایت انتخاب میشه و در کل همین 24 بازیکن جزو بازیکنان دائمی تیم ملی فوتسال افغانستان هستن، ولی در نهایت 14 چهره برترش انتخاب میشه از کادر فنی و به مسابقات کافا که قرار است از تاریخ اول ماه اسد و میزبانی تاجیکستان برگزار شود سفر کنند و شرکت کنند در مسابقات کافا که میتونه یک چالش خیلی خوب باشه تا تیم ملی و همچنین مجید مرتضایی شاگردان خودش در این مسابقات محک بزنه و بازیکنان با سبک و سیام و تاکتیک حالا مربی ایرانی ما داره بیشتر آشنایی پیدا کنند و همچنین با کشورهای قدرتمند مرکز آسیا مثل ایران، مثل ازبکستان رقابت کنند که ببینیم افغانستان در این رقابت‌ها چه نتیجه‌ای خواهد گرفت. آرزوی موفقیت داریم بر تیم ملی دوست داشتنی فوتسال افغانستان. قرار است اولین بازی ما در مسابقات کافا با تاریخ
اول اسد مقابل تیم ملی قرقیزستان باشه، سپس مسافه ازبکستان میریم یک روز بعدش و در کل با کشورهایی چون ایران، تاجیکستان و ترکمنستان هم بازی خواهیم کرد. با 5 کشوری که به شمول افغانستان 6 کشور میشه در مرکز آسیا مسابقات به صورت لیگ برگزار میشه، البته به صورت رفت تک بازی و تیمی که بیشترین امتیاز در این مسابقات بگیره قهرمان مسابقات خواهد شد. برای اولین بار است میلا جان که مسابقات کافا در رده سینی بزرگسال فوتسالش برگزار میشه و این مثل که فوتبالش برگزار شد و ایران قهرمان شد. حالا اولین دور فوتسال هست که برگزار میشه و جا داره در رابطه و بازیکنایی که دعوت شدن من معلومات بدم که این روزها در شبکات اجتماعی زیاد سر و صدا برپا کرده، از جمله جواد هاشمی که سن سالش نسبتاً بالاست، 44 ساله هست و در شبکات اجتماعی زیاد انتقاد شد زمانی که این بازیکن از سوی کادر فنی به تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت شد. خیلی از شبکات و نشریات و برسات رسانه ها انتقاد کردن که چطور یک بازیکن 44 ساله به ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت میشه. برای همگی جای تعجب داشت که چطور با این همه سن و سال میتونه یک بازیکن آماده باشه برای مسابقات مهم، چون کافا که کشورهای ابرقدرت آسیا مثل ایران و ازبکستان هم حضور داره در این مسابقات شرکت کنه. واقعا جای سوال برای تمام اهالی فوتسال افغانستان و تو آسیا بود. ولی همین یکی دو روز پیش حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران که در باشگاه پالمای اسپانیا بازی میکنه، فاتح چمپیونز لیگ امسال شد و حتی پنالتی قهرمانی تیمش در فاینال لیگ قهرمانان فوتسال اروپا و ثمر رسان، گفت که خودش شاگرد جواد هاشمی بوده و همین قسم بیان داشت که یکی از استعدادهای ناب فوتسال آسیاست و گفت که خیلی از حرکت‌های زیبایی که فعلا بازیکن‌های سرشناس فوتسال نه تنها در آسیا حتی در دنیا انجام میدن از شاخصه‌ها و استعدادها و به حساب حرکاتی است که جواد هاشمی کشف کرده و واقعا جای تعجب برای ما بود که کاپیتان تیم ملی ایران، یکی از بهترین های فوتسال آسیا که ارزشمندترین بازیکن آسیا هم هست، میای این گونه در مورد بازیکن 44 ساله ما صحبت میکنه و تا حد اندازه‌ای صحبت‌های حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران انتقادها را برداشت و مردم بیشتر متوجه این بازیکن کهنسال کرد که حالا با بازی در رقابت‌های کافا رکورد سن و سال بازیکن هم جابجا خواهد کرد و بهترین بازیکن مسابقات خواهد شد. امیدوار هستم که اگر دعوت بشه در لیست 14 نفر نهایی خوش بدرخشه در کنار تمام بازیکن‌های تیم ملی فوتسال افغانستان. ما علی فیاضی را خوشبختانه خواهیم داشت در این مسابقات که از آلمان آماده در فوتسال آلمان بازی میکنه و با مصارفی که بالای بازیکن شد تا از آلمان به و تهران و کمپ تمرین تیم ملی فوتسال ما شرکت کنه، یکی از واقعا استعدادهای ناب فوتسال افغانستان هست و هیچ کس نمیتونه رد کنه که علی فیاضی روی از این مورد صحبت میکنیم. در ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان مشخصا آمار دستانه است که از لیگ‌های معتبر جهان و آسیا چند بازیکن در ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان استفاده شده. بله، اکثریت بازیکنان که فعلا به کمپ تمرینی دعوت شدن در لیگ برتر فوتسال ایران و همچنین لیگ برتر فوتسال افغانستان تجربه بازی را دارن. علی فیاضی از آلمان آمد، در فوتسال آلمان بازی میکنه که فوتسال آلمان در اروپا جزء 5 تیم برتر اروپا هست فوتسالش و رشد کرده باشگاه‌های فوتبال آلمان در بخش فوتسال. و همین قسم جواد ایدری که در عراق بازی میکنه در لیگ برتر فوتسال عراق در ترکیب ما خواهد بود و بازیکنان زیادی هستن از جمله حمید حسین که تجربه بازی در لیگ مالزی را داره که یکی از بهترین لیگ‌های دنیا هست لیگ مالزی. ما بازیکنایی داریم که در کشورهای مختلف آسیایی در لیگ‌های برترش بازی کرده و رشته و بدنه بسیار مستحکم تیم ملی فوتسال تشکیل میده. فرزاد محمودی را داریم از بدون شک افغانستان، یکی از چهره‌های شاخص و سرشناس و بسیار پرطرفدار هست. همونطور جواد حیدری، این دو بازیکن، این دو چپا، یعنی بازیکنایی هستند که نظیرشان در افغانستان شاید خیلی کم باشه. یعنی اگر جواد در ترکیب باشه ما خیال ما راحت هست که در نیمکت جانشینش فرزاد محمودی است، اگر فرزاد در زمین باشه جواد در نیمکت هست. همین قصه بازیکن‌های دیگر، ما رضای حسین پور داریم که اخیراً به باشگاه اعنا صنعت ایران در لیگ برتر ایران پیوست و به عنوان بهترین بازیکن فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان انتخاب شد. در باشگاه عصر جدید بازی می‌کرد، عصر جدید غزنی، و تونست جایزه توپ طلای مسابقات هم بگیره. بسیار خوب. این دوستا همو انتقادایی هم که بود روی جواد هاشمی که
این ورزشکار خیلی مسن است و سن بالایی داره، نمیتونه در ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان عالی بدرخشه. هاشمی صاحب یک معلومات عمومی و کلی انداخت. پیش از اینکه انتقاد بکنین برین یک سری بزنین به کریرش و فعالیت‌هایش در گذشته تا اینکه ناق یک نفر از زیر انتقاد قرار ندین. چطور هاشمی صاحب؟ انشالله ما مطمئن هستیم که تیم ملی فوتسال افغانستان در آینده حرفای زیادی به گفتن خواهد داشت و انتقادم به نظر من خوب هست میلاد جان. بله، همین انتقاد است که سازندگی را در سازمان باید انتقاد پذیر باشیم. دقیقاً مشکل نیست. علیرضا رحیمی بر ما میگه که سرانجام فکر کنم ایران و کره جنوبی راه پیدا کرد. اون مسابقه دقیق چه زمانی راه اندازی خواهد شد؟ آیا معلومات داری؟ مسابقه به نظرم ختم شد و در 4 تیم ایران در مقابل ژاپن قرار گرفت و کره در مقابل ازبکستان. بسیار که کره توانست ازبکستان شکست بده و ژاپن هم ایران. بسیار بالاخره فاینال ژاپن و کره جنوبی رفتن که ژاپن توانست کره را شکست بده و قهرمانی رقابت شد. بسیار خوب. هاشمی صاحب، ما دیگه یک ذره امتحانات در دانشگاه بسیار از فوتبال و تمرینات این موضوعات دور هستم دیگه. مرا به بزرگواریتان عفو بکنین. چطور بود مسابقه و ای که کره جنوبی تونست قهرمان شد و این خودش یک افتخار است که تیم ملی زیر 17 سال افغانستان در مقابل او قسم یک تیم قدرتمند ژاپن. بله. خب مسابقات جام ملت‌های آسیا خیلی جذاب بود، یعنی با کیفیت فوق‌العاده بالایی برگزار شد. از لحاظ پوشش نشراتی هم واقعا عالی بود. کیفیت نشراتی مسابقات، ورزشگاهی که میزبان برگزاری مسابقات بودن فوق‌العاده عالی، استثنایی بود به نظر من و یک میزبانی خیلی خوب تایلند داشت. تیم ملی هم که واقعا حتی اگر دو شکست مقابل ایران و کره جنوبی داشته که جزو قدرت‌های فوتبال آسیا و حتی دنیا به شمار میرن، ولی قطر را شکست داد. به نظر من شاهکار کردن، چون اولین دوره حضورشان بود. انشالله در دوره‌های بعدی در رده‌های سنی مختلف مطمئن هستم که تیم 17 سال نتایج بهتری خواهد داد که البته حالا میرن بالا به زیر 20 سال و زیر 19 سال در تورنمنت‌های مختلف شرکت خواهند کرد و انشالله که روز به روز در حال پیشرفت هستند. بسیار خوب. علیرضا رحیمی در ترکیب فوتبال افغانستان در بازی‌های آسیایی خواهد به جا خیر؟ انشالله ببینیم چی میشه. از تیم 17 سال، تیم 20 سال چند بازیکن انتخاب شده و انشالله که در این تیم باشی. خودت هستی یا نه تا حالا انتخاب نشده؟ شوخی کردم. انشالله که این رقم در بقیه امورات زندگی هم عالی بدرخشی. خودت رهبر تیم ملی زیر 17 سال افغانستان هستی و خودش یک افتخار است. بسیار خوش آمدین به برنامه. بسیار یک برنامه پرمحتوا، بسیار یک برنامه خوب با شما داشتیم. هاشمی صاحب اگر کدام گفتنی در آخر باشه دوربینا در اختیارتان. قربان شما، تشکر از برنامه بسیار خوب، افتخار که همواره ورزشکارا را تشویق کردین و رویدادهایی که برگزار میشه از طریق همچون برنامه‌های زیبا معمولا شو میشه برای مردم و ما امیدوار هستم که بیشتر بشه. برنامه رسانه‌های مختلف مثل تلویزیون ملی، ملی اسپورت بیان برنامه ورزشی را که لایو هم به صورت لایو پخش نشر میشه برگزار کنند. واقعا میتونه خیلی برای بهبود ورزش افغانستان نقش مهم داشته باشه و تنها خواستم از مردمی است که نه تنها فوتبال و فوتسال، کل ورزش افغانستان را، چه ورزش‌های رسمی باشه چه ورزش‌های غیر رسمی باشه، حمایت کنند تا انشالله که نام افغانستان در تمام دنیا همچنان بلند باشه. انشالله. علیرضا جان، تشکر از شما و برنامه زیبایتان که ما را اینجا دعوت کردین. از مردم ما میخوایم که فوتبال افغانستان حمایت کنند. انشالله که نه تنها فوتبال بلکه تمام ورزش‌های افغانستان را حمایت بکنند تا اینکه نتیجه بگیرن در رویدادهای کلان ورزشی. یک رفت و برگشت کوتاهی می داشته باشیم. در بخش دوم برنامه مهمان‌های دیگری هم در استودیو با ما است. بیار افتخار. بله دوستا، درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان پذیرا باشید. بازم در استودیو مهمان دارم خالد پودک، ورزشکار پر افتخار و پر دستاورد رشته وشوی افغانستان، همچنان نصرت حبیبی هم که در بخش وشو فعالیت داره و حالا عضویت تیم ملی را هم در کارنامه خودش داره. اینجا در استودیو با ما حضور دارن. آرزو میکنم که در مسابقه ها که پیشروی است عالی بدرخشند.
اوتک صاحب خسته نباشید. تشکر از اینکه حضور پیدا کردید در برنامه. در سلامت مورد آمادگی ها و مسابقه های پیشرو یک معلومات فرمایید. سلامت باشی میلاد جان. در ابتدا سلام عرض ادب دارم به خودتان، به کارمندا و تمام ورزشکاران عزیز و تمام ملت افغانستان. با عزت باشین. تشکر. الحمدلله قسمی که شما گفتین از آمادگی ها خیلی خوب برخوردار هستیم. ما شخصا خود ما که نسل جانم در مسابقه و خیر امروز ما یک جای مشترک مسابقه میکنه ان شاء الله. دیگه آمادگی خیلی خوب برخوردار هستیم. تامینات ما جریان داره، هم تامینات در تیم ملی جریان داره، هم تامینات انفرادی جریان داره. دیگه ما الحمدلله اما اصطلاحی هم بگیم پیش وجدان خود از لحاظ تامینی خجالت نیستیم، تمرین میکنیم. بسیار دیگه بخیر به این مسابقات آهسته آهسته بخیر چون یک ذره وقت داریم آهسته آهسته آماده شده میریم دیگه. توکل به خدا. انشالله که تمرینات خوب بگذره و نتیجه خوب در مسابقه پیشرو بگیریم. توکل به خدا. نصرت حبیبی هم خیلی خوش آمدی به برنامه. تمرینات چگونه پیش میره؟ چقدر آماده هستی به خاطر رقابت های پیشرو؟ به نام خدا اول سلام خدمت شما تقدیم میکنم و کارمندا و به ملت رنجیده افغانستان سلام تقدیم میکنم. تمرینات ما خوب است. ما آمادگی خاص خود داریم، تمرین میکنیم، زحمت خود با خود پیش خود میکشیم. دیگر لحاظ قرنطینی فعلا ما قرنطین نیستیم، مگم تمرینات خود ما خوب فشرده با استاد خالد اوتک پیش میبریم. انشالله که موفق باشین. اوتک صاحب قرار است که رقابت‌های المپیک آسیایی چین برگزار شود و خوشبختانه بازم شما در ترکیب تیم ملی وشوی افغانستان قرار دارین. یک چیز باید خاطر نشان بکنم، خالد اوتک کسی است که مدال معتبر، ارزشمند و پر افتخار آسیایی را از رقابت‌های المپیک 2018 که در کشور اندونزیا برگزار شده بود کسب کرده و این یکی از شاخصترین و پر افتخارترین دستاوردهای وشوی افغانستان حساب میشه. اوتک صاحب در مسابقه چین با چه پلان و استراتژی پا خواهی گذاشت؟ والا میلاد جان خیلی دشوار است، خیلی سخت است، چون ما این رویداد دو بار دیگه پشت سر گذاشتاندیم تا بالاخره راه پیدا کردیم که ما چه قسم از این رویداد مدال بگیرم. ولی حالا فعلا هم به این مسابقه که به خیر عازم میشیم ما یک وزن بالاتر مسابقه میکنم. در گذشته وزن 65 کیلو بود، حالا 70 کیلو مسابقه میکنم. طبعا حریفام سرسخت هستند، حریفام با تجربه هستند. به خصوص یگانه حریف سرسخت ما که فعلا در این وزن است از کشور ایران است، واقعیت 5 مدال طلا داره. در کارنامه خود از المپیک آسیا هم 3 طلا داره. چون ما تمرینات خودم مکمل اما برنامه و استراتژی کلم و پلان ما روی از اونمو است. فقط اگر بتانم خواست خدا باشه که بخیر پیش برم روی مدال و امروز از او مسابقه بکنم و او را شکست بدم، این بسیار بر ما کلان افتخار است و تپ و تلاشم روی زمین دارم که ما باید این کارا بکنم. دیگه ان شاء الله پلان و برنامه ریزی و گپا تمامش ان شاء الله به خوبی خوشی پیش میره و این مسابقات هم قسمی که خودتان یادآور شدین خیلی رویداد بزرگ است. بله. دیگه بچهای ما الحمدلله نام خدا خیلی خوب تامین میکنن، آماده هستن. ولی یک دو ورزشکار دیگه ما از تجربه کم بر خود دارم، ولی الحمدلله نصر جان قهرمان جوانان جهان است و همچنان از آسیا هم است. شکر خدا تجربه خیلی خوب داره. ان شاء الله سر تیم وشو حساب میشه که ما بتونیم به خیر حداقل از این 4 نفر یکی 2 مدال ان شاء الله داشته باشیم. بسیار خوب. نصرت حبیبی فکر کنم که در ورزش مبارزه‌های آزاد هم فعالیت داره و همچنان خودتان اوتک صاحب سال گذشته مسابقه‌های مبارزه‌های آزاد برگزار شد و خوشبختانه شما تونستین که حریف ایرانی تان شکست بدید. بله. حبیبی صاحب در مورد مبارزه‌های آزاد بگو، تو نشه که در مسابقه وشو بری نفر بگیری حرکت سبمیشن امیمی. چقدر وقت میشه که در رشته وشو فعالیت داری؟ حالا امیمی را کنار میگذاریم و روی ازو بعدتر صحبت میکنیم. ما شخصا مدت 15 سال میشه که من رشته وشو را پیش میبرم. بسیار خوب. دیگه پیش سید احسان جمشید که استادم است، قبلا سرترنر تیم ملی وشو افغانستان بوده، فی الحال کسی دیگه است. دیگه ما در مدت 15 سال تقریبا ما در 5 وزن قهرمانی کردیم. بسیار خوب، ماشاءالله. 56 کیلو شروع کردیم روی قهرمانی، 56 60 65 70 حالا 75 هستم. بسیار خوب. دیگه در افغانستان تا کسی نیست که مرا
سرآمد دست بالا داشته باشه بسیار خوب. در رشته وشو. البته بسیار خوب. دیگه ما افتخارات زیادی در وطن کسب کردیم. ما در مسابقات المپیک آسیا اشتراک کردم با محمد خالد اوتک. نتونستم که زوجه یک دستاورد داشته باشم. انشالله که ما دوره تجربه نداشتم در مسابقات سال 2018. در مسابقاتی که فعلا پیشروی از المپیک آسیا رویداد بسیار قوی است. ما زحمت خودم میکشم. انشالله وعده کردیم که از اینجا بعد مدال ما بیارم. دیگه ما در مسابقات زیاد اشتراک کردیم. مسابقات المپیک آسیا بوده، مسابقات جهانی جوانان بوده. بسیار خوب. که ما از مسابقات جهانی جوانان خوشبختانه در وزن 65 کیلوگرم مدال نقره گرفتیم. با 4 حریف مسابقه کردیم. دیگه وار شکست دادیم، مدال نقره گرفتیم. در مسابقات جنوب آسیا که در پاکستان برگزار شده بود ما از اونجا مدال طلا کسب کردیم. بسیار خوب. دیگه مسابقات غرب آسیا بوده که در کشور ایران برگزار شده بود. ما از اونجا خوشبختانه مدال نقره کسب کردیم. دیگه در مسابقات آسیایی در چین بوده سال 2011 که از اونجا ما مدال برنز کسب کردیم. افتخار زیاد در رشته وشو ما خوشبختانه دارم. دیگه تو چیزی نمونده کسب بکنی؟ دوستان تا معلوماتی که نصرت حبیبی ارائه کرد تمامش مستند است، مدالایش اینجا است. باز من در دقایق بعد نشان بر شما میتونم یکی یکی. اوتک صاحب، از مسابقه های المپیک 2018 اندونزیا بله بله. نکات ضعف در مسابقات تشخیص داده بودی که کدام نکته ضعف در وجود خود در رشته ورزشی است که روی از او کار بکنی بر مسابقه های پیشرو؟ 100% میلا جان، ما وقتی که مسابقه کردم اونجا با حریف بسیار با تجربه دار خود از پاکستان را شکست دادم. بسیار بعدش با لاوس مسابقه کردم، او را هم نکاوت کردم و آمدیم سر سرنوشت ساز مسابقه که فاینال میشد. میرفتیم رو به فاینال با کشور چین. قدرت بدن از اون نسبت به ما خیلی بالا بود، یعنی فیزیک بدنش بالا بود. ما وقتی که خودم برآورد کردم او را برآورد کردم، از لحاظ تکنیک و تاکتیک الحمدلله ما دست بالا داشتم سرش، ولی فیزیک بدن و فیزیک می قدرت بدن من نسبت به او برآورد نمیشد، حساب نمیشد. یعنی تفاوت ما بسیار زیاد بود. بله دیگه ما تجربه خیلی خوب در این مسابقه به کسب کردم از اون مسابقات که ما در اولیت هر رزمی کار باید اولیت روی قدرت بدن، روی فیزیک بدن باید زیادتر کار بکنه، متکی باشه. تکنیک و تاکتیک الحمدلله خو یک ورزشکار رسمی کاری که به سطح تیم ملی میآید، طبعا از تجارب از تکنیک و تاکتیک میآید، از اصطلاحی هم بگیم از این کوچه خونه میشه میآید دیگه. و الحمدلله ما تکنیک و تاکتیکم خیلی خوب است، مشکل ندارم. حالا مکمل تمام فوکس، تمام فکر او شما روی قدرت بدن و فیزیک است که از امی اگر کم نمیرم ان شاء الله ما از تکنیک کم نمیرم. نقطه ضعف هم همین بوده و دقیق مشخص است حریفای که قرار است در وزن همراهش رقابت بکنی. محک زدی یکیش خو گفتی که ورزشکار کشور ایران است. بله بله. و چون هم یک نفرش نامدار است، اگر شاید بشناسند که تمام دوستان بشناسند. بله. در افغانستان او بسیار یک چهره مطرح بگویم و کل تمام رشته‌های رسمی او را میشناسند. محسن سیفی نام داره، وزن 70 کیلو مسابقه میکنه. حالا فعلا هم مبارزات آزادم خیلی خوب میدرخشه و 5 مدال طلا داره در کارنامه خود و 3 مدال المپیک طلای المپیک آسیا را در کارنامه خود داره. دیگه ما فعلا هم یک حریفی که فعلا خودم شناسایی کردیم فعلا هم است، چون مشخص شده وزنش 70 کیلو. دیگه طبیعی است که از چین کشور میزبان است، چین هم داره، فیلیپین هم داره، هند هم داره، دیگه کشورهای هم جوار آسیا تمامش معمولا هم 5 وزن 4 وزنی که از 56 60 65 75 5 وزن. در این مسابقات خوشبختانه یک وزن اضافه شده که 75 در گذشته تا 70 بود. حالا یک وزن دیگه اضافه شده 75. در می 75 طبیعی است که هر کشور بهترین خود میاره. اینطور نمیشه که مثلا که همون قسم که از افغانستان خالد اوتک و نصرت حبیبی سلامت باشین. خواهش میکنیم. نه ما خب بهترین نیستیم، خب کوشش میکنیم که ابراهیم بهترینا کم باشین دیگه. ان شاء الله هدف از این است که اونم هر کس به تاپ خودم میاره، بهترین خودم میاره دیگه. ما تنها یک ایران پیشروی نداریم، بسیار کشورهای دیگه پیشروی داریم. بسیار خوب دیگه بتونیم بخیر از این منجلق بگیم، از این جنجال بگیم دیگه. خداوند دست بلند ما را بدر بیاره که بخیر ان شاء الله. تا تلاش میکنیم که ما ان شاء الله به مدال بریم بخیر. بسیار خوب. در ادامه به خودت برمیگردم آقای اوتک. نصرت حبیبی بر ما میگه که آیا محک زدی ورزشکارا و اون کسایی که در وزن خودت قرار دارن
از کدام کشورها هستند و همون قسم که هوتک صاحب گفت یکی از حریفای خودش مشخص کرده، تشخیص داده و روی امو ورزشکار کار میکنه. خودت محک زدی ورزشکار را در وزن خودت؟ من در وزن خود قسمی که محمد خالد هوتک گفت، محسن سیفی یک 75 کیلو از کشور ایران است که اسمش و یادم نیست. او در مسابقات المپیک آسیا مدال طلا داره. بسیار دیگه ما هم با او رقابت میکنیم و محسن سیفی که محمد خالد هوتک گفت ما با این مبارزه کردیم در کشورشان. بسیار یک بازیکن بسیار قوی است، مگر ما در مقابلش از او کده قوی تر بودیم. بسیار ما در مسابقه نکداونشون کردیم دیگه، امتیاز ما از او کده بالا بوده دیگه. زمانی که بسیار مغرور بودن وقتی ما بازی کردم، اما تمام تیمشان دیگه می آمدن حبیبی صاحب بسیار زیاد همراه ما اما تو خوشو پیش میکردن. پیش از او هیچ اصلا تو تحویل نمیگرفتن. وقتی ما با از او مبارزه کردم دیگه او را ما بردم مگر مرا باخت گرفتن، چرا که میزبان بودم. یک مسابقاتم دوستانه بود دیگه. حالی هم در وزن ما 75 کیلو یک از کشور ایران است، او مدال طلا داره از المپیک آسیا دیگه. ما خوشبختانه که تمرین میکنیم، تجربه داریم دیگه، اصلا به او فکر نمیکنیم. ما تمرینات خود میکنیم که یک دستاورد باید داشته باشیم. تجربه خاص داریم. محمد خالد هوتک هم کنه از این مسابقات المپیک آسیا برنز داره دیگه. خوب تجربه دارم. ما به شکل ما خودم تجربه بسیار زیاد گرفتیم دیگه. ان شاء الله با توکل خدا ما فقط تمرینات خود ادامه میدیم که از اونجا دستاورد بریم. فقط یک چیزی که ما کمبود داریم قرنطینه است دیگه. ما باید یک قرنطینه شویم در کشور دیگه، مثلا ایران باشه یا چین باشه، یک کشوری که از خود افغانستان کرده اما امکانات زیاد داشته باشیم، موجب باید قرنطینه شویم. مگم بدبختانه که بگویم که کسی نیست که ما را قرنطینه بکنه. آیا روی این مشکل صحبت کردیم با مسئولان؟ پاسخ از اونا چی بوده؟ بدون شک شما با یک رویداد کلان، المپیک آسیایی یک رویداد کلان است. شما عازم میشین و نمایندگی از 34 الی 35 میلیون نفوس افغانستان میکنین. باید برای شما اردوگاه تمرینی ترتیب داده شود. روی این مورد صحبت کردین با مسئولان؟ چی گفته؟ پاسخ اونا چی بوده؟ والا الحمدلله ما تا هنوز خود صحبت نکردیم، خود چون رویداد خیلی مشخص معلوم است که چقدر مدت زمان مونده، چقدر وقتش است دیگه. اونا مطمئن هستم خودشان یک برنامه پیش خود طبعا دارن، چون 2 ماه و 20 روز فعلا ما وقت داریم. بسیار دیگه خواهد شاید یک برنامه پیشروی حتما دارن دیگه که باید چی بکنن، چون مشخص است بر المپیک ها مشخص است، چون این مسابقه مربوط به المپیک میشن. باید المپیک تمام برنامه و تمام استراتژی پلان‌های خود تمامش بگیره که روی ورزشکار کار بکنه و قرنطینه بکنه و آیا در کشور خود ما قرنطینه بکنه یا بیرون دیگه. اونا برنامه خود دارن، ببینیم که چی اجراءات صورت میگیره دیگه. ما منتظر هستیم. توکل به خدا. بسیار خوب. به شما برمیگردم. اینجا یک تعداد از مدال‌ها و افتخارها هست که فکر کنم مربوط نصرت حبیبی میشه، اما خالد هوتک امروز از افتخارهای خود چیزی نآورده، ولی افتخارهای خالد هوتک به تمام مردم افغانستان هویدا و آشکار است که کریر ورزشیش واقعا قناعت بخش بوده برای مردم افغانستان و باشگاه ورزشی هم داره. عده‌ای از کسایی که دوست دارند در بخش رشته ووشو تمرین داشته باشند سری میزنند به کلب یا هم باشگاه نصرت حبیبی و خالد هوتک، دو چهره مطرح رشته ووشوی افغانستان که واقعا همه با نام و نشان و کارکرد و فعالیت‌هایشان آشنایی داره. حبیبی صاحب، روی مدال‌های خودت صحبت میکنیم فشرده، اگر بر ما اشاره داشته باشی که این مدال مربوط کدام مسابقه میشه و چند حریف شکست دادی تا اینکه ایره به دست آوردی؟ این مدال مربوط خود کشور ما میشه. بسیار خوب. که من در مسابقات تیم ملی که خوشبختانه در وزن 75 کیلو قبلا قهرمان بودم، بسیار خوب. با 3 حریف مبارزه کردم، این مدال رو به دست آوردیم. بسیار خوب. و اینی مدالت یک قسم خاص رقم است. جونیور ووشو. این از مسابقات جهانی جوانان است. سال 2014 در ترکیه برگزار شده بود که من خوشبختانه با 4 حریف مقابله کردم که از کشور ازبکستان بوده، دیگه از کشور
خود روز بوده بسیار خوب. دیگه یک دو تا دیگه هم یادم رفت دیگه من خوشبختانه باز در وزن 65 کیلو نایب قهرمان شدم، قهرمان جهان شدم. و نایب قهرمان شدی نایب در قهرمان برابر جهان. کدام ورزشکار کدام کشور شکست خوردی؟ روز باز با شکست خوردم. روس هم دیگه دست گردن بالایی داره داشتی بله، باشه. بله. و روی این فکر کنم مربوط کشور پاکستان میشه. این مسابقات جنوب آسیا بود که با 3 حریف مبارزه کردیم که ما این مدال طلا را به دست آوردیم اینجا. بسیار خوب. یک مدال دیگه هم باقی مونده، اگر پرودیوسر صاحب ما اجازه بده امیرم و تصویر بکشانیم. روی این فکر کنم مربوط کشور ایران میشه. این مسابقات غرب آسیا بود، در ایران برگزار شد. با شکست دادن 3 حریف ما تونستم که مدال نقره از آن خود کنم. بسیار خوب. انشالله که همین رقم عالی بود رخشی. و آمار دقیق پیش خود است که در طول از این 15 سال چند بار پا به دوشک مبارزه گذاشتی در رشته ووشو و از این مسابقات در طی 15 سال چند تاش بیرون مرزی بوده؟ ما در طول 15 سال در 5 وزن قهرمانی کردیم. بالاتر از 100 مسابقه داخل افغانستان داشتیم. بسیار. و در کشورهایی که ما اشتراک کردیم 20-25 مسابقه خارجی کردیم و افتخاراتی که اینجا مثالایش هست. مثالایش هست دیگه. تقریبا 25 یا 28 مسابقه خارجی دارم و بالاتر از 100 مسابقه داخلی است. بسیار. و اوتک صاحب برای ما میگه که تا حالا چند بار پا به دوشک مبارزه گذاشته در رشته ووشو. باز موضوع میمیرم و تو مشخص میکنیم که جدا است که چه انگیزه باعث شد که رو به او رشته بیاره. با تایید حرف نصر جان بیش از 100 چون ما از جوانان که شروع کردیم بسیار اضافه تر از 15 سال میشه دیگه، تقریبا 17-18 سال میشه. 18 سال است که ما در رشته ووشو پا ماندیم و تمرین کردیم و مسابقه کردیم. مسابقه داخلی خیلی زیاد بوده. والا در خارجی هم 2 تا پاسپورت خود مکمل پر کردیم. پر شد. خود یک بعضیش تاریخش دیر شده، حالا چی نشیم دراگوی نشیم، ولی بعد دیگهش واقعا پرم شده. و یک خوشبختانه یک جای چی بود که ما به باعث بهترین ورزشکار از افغانستان انتخاب شدم. در ژاپن اونجا یک سمینار برگزار شده بود، در اون اشتراک داشتم، از افغانستان نمایندگی کردم. دیگه اگه آمار دقیق بگوییم به می تعداد کلا 100-150 مسابقه کردیم والا. بسیار خوب. کلا دیگه در جمع خارجی و داخلی تمامش اگه در بر بگیریم. لیگا برگزار شده، مسابقات تیم ملی بوده، جوانان بوده، خارجی را دیگه جمع بندی بکنیم اما قدرات دیگه کم و بیش میشه. دوستا شما قضاوت بکنین همین عادلانه است. پاسپورت ما تا یک ویزا نخورده. از خالد اوتک 3 پاسپورت داره پر شده دیگه. قضاوت دست شما. منتها اگر در کدام مسابقه بیرون مرزی اگر مدیر برنامه کار داشتی باز یک سنگ. و اوتک صاحب در مورد حضور ورزشکارا و کلبتان بر ما بگوین که با چه انگیزه پا میگذارن به رشته ووشو؟ والا بسیار زیاد متاسفانه میگه بسیار زیاد واقعا گپ میزنم بسیار کم رنگ شده با خدا. از خیلی رقم کم رنگ شده. رقم جوانا دلشان خوش است که برن طرف ایران، طرف پاکستان، طرف ترکیه، بار بسته کردن که ما میریم اون طرف، ولی خبر نمیداره همونجا چی میکنی. زندگی که در مسافرانه قدر حقیرانه است، در کشور خودت نیست. یک متل به پشتو داریم میگه اخپل وطن اخپل اختیار. اخپل وطن کشمیر ده. او خو بعدی ولی اخپل وطن اخپل اختیار. بسیار خوب. دیگه امو کشور خودت، اختیار خودت، امو قدر عزت خودت بدون شک. این قدر عزتی که شما ما را این برنامه دادین، من فکر نمیکنم ما در کشور دیگه برم قابل ستایش است. قدر ما را ستایش بکنن، قدر از ما تعریف بکنن. دیگه به می خاطر کلپا یک ذره استاد ناصر هم در کنارم شیشته شاید تایید بکنه. این رقم کم رنگ شده. نمیان سابق باور به خدا بکنین موضوع مالیش اگر مطرح بکنیم تا 1000-2000 فیس میدادن، خوشحال می آمدن. حالا بگیم فیس چند است، بگیم 200-300 رقم گردن پات میکنن. خب یا خدا مهربان است. دیگه ما تشویق به این خاطر میکنم که ورزش یک چیز است که آدم 100% باید در زندگی خود را داشته باشه. بسیار خوب. از 4 کارگاه مهم یک چیز باید داشته باشه و یک چیز فشرده و عمومی بر ما هر دویتان میگین.
همین چی داره که خودتان آمدین مسابقات نو بیادر تجارتی است یا چی موضوع ما گفتیم والا اونجا قصه افغانی ها داخل در درختاش پیسه بند است آفرین. برعکس از خود ما را پیسه ما را در گرفتن دیگه. تاله تا بگو کالمی خودت مسابقات دادی یا بخشم کم رنگ شد کم رنگ نشد شد. آه، که خدا، پیدا رقم- کنم همین قسم نصرت جانم کارنامه خوبی رقم در پای ما رشته شوم بود مثلا مثلا بگیم چی بگیم نصرت جانم حضور داشت در یک مسابقه بله، MMA بله. من از نزدیک مسابقه شدم خیلی خوب ظاهر شد فکر کنم ورزشکار ایرانی بوده برابر بله ورزشکار خوشبختانه ایرانی ما کوچ بودم بس- ما کوچینگ بله، می‌کردم بله. بشه. مسابقات برای من 3 روز پیش زنگ زدن گفتن که مسابقات MMA است. من خودم یک بازیکن هستم با ما که سرم صدا شد در هر رشته باشه ما بازی میکنم. شانس خوب حرف حدیثی باشه خیلی فشرده دوربینا در اختیارتان است خیلی فشرده بخیر سلامت باشین. تشکر از دعوتتان. یک جان تشکر از جوانان و از ورزشکارا از تمام ملت افغانستان. خواهش میکنم که شوق با کشورهای بعدی نداشته باشن. سلامت. همین افغانستان دست به دست بخیر هم باشید. داده بله. بسازیم. آقای حبیبی و من گپ سوسخاله تایید میکنم جوانا باید در کشور خودم بیان سم بگیرن نرن در کشور که مزدور از اونجا باشن از اونجا کرده در افغانستان همی آمیانه بگوییم خاک و گل و برگ بخورن نرن در کشور بله بدون شک هیچ کشوری توسط خارجی ها ساخته نشده در افغانستان عزیز ما می باشیم و کشور خودمان را با همین نیروی جوانی که داریم آباد میکنیم به این ترتیب میرسیم به پایان یکی از برنامه‌های دیگر افتخار تا برنامه‌های دیگر که من میلاد نجیب با جمع از همکارانم در حضور شما قرار میگیریم شما را به خداوند منان و بی‌نیاز میسپارم بقیه برنامه‌های ملی و ملی سپورت را همچنان بیننده باشید